کوکوی شدش. کوکوی کدو سبز بسیار خوشمزه است. بافتش رو ببینید. کوکوی ما چقدر خوشمزه شده. داخل کوکومون رو ببین. بافتش ببین چقدر خوبه. براتون آموزش کوکوی کدو سبز. کدوها رو من خوب شستم. با پوست میخوام کدوها رو رنده بکنم. خب ما کدوها رو رنده میکنیم به این صورت که از درشت رنده بشه. من همه کدوها رو رنده میکنم، آماده میکنم. من کمی نمک روی کدوهایی که رنده کردم میریزم، میذارم یه نیم ساعت بمونه تا آب کدو همه در بیادش. بعد از صافی رد میکنم. خب من کمی روغن تو تابه خیلی کم میریزم. پیازا رو تفریدم، نگینی کردم. کمی زردچوبه میریزم من. نمک. سیر رو رنده میکنم، یه دونه سیر. دلمه نگینی رو اضافه میکنم. قاشقم زرشک رو شستم، تمیز کردم، ریختم. فلفل دلمه‌های رنگی هم اگه بریزید قشنگ میشه. خب من 2-3 تا تخم مرغ رو میشکنم. مواد رو میذارم خنک بشه. کدوهام هم که در حال نرم شدن، آبشو پس میده. میریم سراغ تخم مرغ. تخم مرغ رو کاملا اول هم میزنیم تا از حالت لختگی در بیاد. یک قاشق چایخوری من بیکینگ پودر میریزم. 2 قاشق ماست. ماستش باید آب نداشته باشه. 2 قاشق آردن میریزم. فلفل، کمی نمک، پاپریکا، همه رو با هم دیگه شروع میکنیم به هم زدن. کدوی من اینجا الان آب انداخته چقدر. حالا بیشتر بمونه بیشتر آب میندازه. من اینو خالی میکنم توی صافی. کاملا فشار میدم تمام آبش خارج بشه. ببینید آبش چقدر خارج شد. داخلش رو ببینید. من همینجوری فشار میدم روی کدوها رو با پشت قاشق تا کاملا آبش خارج بشه. خب این آب کدومون کامل خارج شد. من داخل تخم مرغ موادم رو میریزم. یه دونه سیب زمینی دارم پخته، رنده میکنم داخلش. سیب زمینی دوست داشتید بریزید، نداشتم میتونید نریزید. من یه دونه میریزم. سیب زمینی هم رنده میکنم داخلش میریزم. اینا رو کاملا با هم میزنم. خب حالا من کدویی که آبشو گرفتم داخل تخم مرغ میریزم. این فلفل دلمه‌های رنگی توش باشه خیلی قشنگ میشه کوکوش. خب این مواد ما که آماده شده نیم ساعت توی یخچال میذاریم تا مواد خوب با هم دیگه ترکیب بشن. خب این کوکو رو ما میتونیم هم قاشق قاشق بریزیم مثل کتلت به این صورت، هم قالب بذاریم، قالبای گرد بذاریم، قلب بذاریم، داخل قالب رو پر کنیم، هم به صورت کتلت درست کنیم. ولی من الان میخوام به همین صورت همه رو بریزم توی تابه. من در کوکو رو میذارم رویش سفت که شدش برش میدم. خب کوکومون رو ما اینجا نگاه میکنیم. وقتی که روی کوکوی ما سفت شد یعنی موقعشه که ما کوکو رو از وسط برش بزنیم.
این علامت اینه که کوکوی خوب بخوای در بیاری. من از وسط 2 تا برش میزنم، از این برم به همین صورت. ده دقیقه دیگه میذارم دوباره با در بسته بشه، بعدا کوکو رو برمیگردم. من کوکو رو الان برگردوندم دیگه با در باز تا 20 دقیقه دیگه آماده شده. میرم میکشم براتون. خب من کوکوها رو توی ظرف سرو میکشم. من کوکو رو اصلا استراحتم توی یخچال ندادم، همون موقع درست کردم. من کدوها رو با کاغذ کردم برای تزیین روش که روی کردم. روی کدوی خوشمزه ما آماده شدش. مرسی از اینکه با من همراه بودید.